قدرتمندترین چیزی که انسان تا به حال اختراع کرده نه بمب اتمه نه هیدروژنی، بلکه تلفن همراهه. تلفن همراه نیرویی که نباید دست کمش گرفت. اونقدر قدرتمنده که تلفن ثابت رو کشت، تلویزیون، کامپیوتر، ساعت و دوربین رو کشت، چراغ قوه، آینه، روزنامه ها، مجلات و کتاب ها رو کشت، کیف پول جیبی رو کشت، تقویم رومیزی و یادداشت رو کشت، حتی کارت اعتباری رو هم کشت. و بدترین قسمت اینه که همچنان زوجای زیادی رو کشت. بسیاری از خانواده ها، دوستی ها، صمیمیت ها رو کشت. دانش آموزا رو کشت و از مسیر موفقیتشون دور کرد و اونا رو مثل پر در مسیر باد قرار داد. کم کم متوجه میشیم که چشممون رو کشته، ستون فقرات رو شکسته، ذهن و فرهنگ ما رو کشته. اون در راه از بین بردن نسل بعدی ماست. اگر که مراقب خودمون نباشیم جونمون رو میکشه، دلهامون رو سخت و سنگین میکنه و کاری میکنه که نسل‌های آینده پشیمون بشن، در حالی که پشیمونی سودی نداره.